چه حساب کتاب جالبیه. حمید رشکی برامون نوشته در 1 دقیقه 6 میلیون نفر دوست داشتن که پیش خرید خودرو بکنن دیگه، حالا یه تعدادشون موفق شدن. نوشته در 1 دقیقه 6 میلیون نفر قصدشون این کاری رو داشتن. اگر هر نفر 25 میلیون تومان خواسته باشه که پول واریز بکنه برای پیش خرید یک خودرو، میشود 150,000 میلیارد تومان. اگه ارزش فعلی دلار رو اعمال کنیم میشه به عبارت 100 میلیارد دلار. اگر ملت بخواهند در یک سرمایه گذاری بسیار سودآور سهیم باشند، با همین مبلغ پول میتوانستند شرکت های بنز یا BMW یا لامبورگینی، شورلت، فورد، تویوتا، کیا